صبر بکن. صبر ثمر میدهد، صبر میوه شیرین دارد. فکر کنم این حرف ها را بارها شنیده اید. صبر خوب است. اگر درخت صبر امید بار آوری داشته باشد، وگرنه به خاطر یک ریشه پوسیده، به خاطر یک شاخه بی ثمر، به خاطر یک دانه که جز میوه تلخ دیگر چیزی نمیدهد، صبر کردن نادانی، جاهلی و ابلهی است. میدانید در پای صبر بیهوده سالها، روزها، لحظه ها و دقیقه ها میگذرند و وقتی رفته رو کسی به شما پس نمیگرداند، کیفرش را نیز کسی بردوش نمیگیرد. برای همین در شناختن آن چیزی که سببگار صبر شما است، در شناختن عامل صبر زیرکتر و داناتر باشید. اگر